سیپان از اتفاق میشه. اگر اکو ایکسی باشد مشکلی در مردک باشد سپیرانش برای محسی دست گرفتم. مساج. جزئی حضورش هم میده. می‌بینیم انرژی که سرمازوگ میگیریم از مردم یا فکر کنید که اینجا دیدستیم ها اینجا کامera ثبت کردگی اینجا ثبت کرده نشون میدم. معرفی میکرده همین آپارات ها. خب اینی تایل شدگی هستن. سنگ بله اینا همه یا سنگ‌های تورمالین هستن. سلام علیکم دوستان عزیز. بیمارخانه نسل. البته نسل هر یکی ما و شما میدونیم آمدن بگیرید و یک تک به شما نشون میدم. اینا مرکز تیوی نسل. اینا میدونید وقتی. اینو ببینید که چقدر با طلبات زمان جوابگو ندروی بخیل کار میپوشیو اینا تمامی تجهیزات زمانوی چه امریکا باشه چه مسکو باشه چه تاجیکستان باشه همه درجه عالی داره. اینجا میبینید تمام این داروها همه داروها درجه هست و طلبات زمان جارگو و نگفتن میگم که 4 آشیانه در اختیار ما هست. 4 آشیانه بیمارخانه نسل البته و 2 آشیانه در بالا و ما در آشیانه یکمی میفراییم پایان چه خیلی تبابت میکنن. من با شما میگم یعنی تبابت های ما نسل گفته البته برای فرزنددار شدن تمام نمود پراستاتیت و در خون چی نمود ویروس داری همه شو دلیل میکنن برای شما با نمود لازر و مساج تمام میکنن. بیایید پایین بکنید. دوستان عزیز آمدیم هر اجاره گردی رو اصلا لباسو تمرین میدیم یعنی درهای زمانوی نکه میریم کنه اجاره بیایی شریف رو قبولت میکنن اجاره مقصد بگیری شده آشخانه اینجا آشخانه اینه آشخانه زمانوی برفتن بگیریم انا اینجا EKG. السلام علیکم. خوب هستی شریف؟ تنجی کارکات خوب همه طرفتین. بذار قبولگاه آمدیم جای قبولگاهت کی نیستی خودت اینجا نه. ما اینجا میگم اوغرا بیم بادویر و بیماری‌هایی که شیمیکی دیدی شو اینجا EKG برای دل برای گردش خون دل ها زنده باشید. بهترین خیلی اینجا جای دیلش بده برادرای عزیز. اینجا که بسیار نشونه‌ها داریم مبارک هایدا انا از آن تراپی داریم بسیار آپارات‌های زمانوی بهترین آپارات زمانوی اینا میان انا این آپارات اینا آپارات زمانوی من داخلی موشک‌های انا بافته‌های عصب و دل و همه جا از سراد وارد میکنه وارد چک صاد میکنه همش از این تراپی هم فونکسیونی که اجرا میکنه دایر با همه چی همینجا هست همش بیماری معده و مزمینی معده بیماری سر بیماری پوست بیماری عصب بیماری عضله دل بیماری اینجا بسیار بیماری‌ها داریم مورد با از خود هم بیماری زنانه بیماری کرون هست و بیرونشوی هم خون در مشکل بسیار نشون داده زنده و سربلند باشید. شما دوباره کار اینا شریفوف در خدمت شما. ای بچه این بوار میکنی لبون بزنی اینجا زنی نه اینجا واسه مولجه گرفتم. هم مولجه گرفتم تو خب اینجا بسیار کوفی نو شما اپای رنو هست تو نکنه من همه شما بدونید فقط اپاجان بسم الله الرحمن الرحیم میگیم یک قربانوار بگی اینا یک قربانوار بگی این واقعی تمام نمود گیاها تمام نمود چی بودن اپای رنو اینجا فقط برای بنوان برای زنکو برای بوم خیلی یک مورد معلومات میداد این یا برای چی هم این بوچکا این برای مولجه گرم درمانی است. همه بگیم که کسیلی‌های درونی تبابت میکنه. همه خونکیاتون رو میبرد. ما در اینترنت رو تماشا کردم فیتا بوچکا میگم کیمچی همین خیلی برادر خودم دیده است میگه اون چیزی که ایون است اوجد با بیان نیست چیزی که خودم دیده است میگه چی بود و یا چیزی رو بگم ما باور میکنیم راهگم زد با پینا میدن همه فروی رفتن میگیرید همه فروی رفتن میگیرید اینا برادر
چیزی که از با ما باشه و بنوار بگیرم پیگیر ویدیوی ما باشیم اپیرانا در اینجا ما شش تا ممکن بود اینجا برای چیه؟ اینجا برای مکسی دستی گرفتم. مساج مساج. همین جوی زورش هم اینجا مساج اینو برو زنده باشه این دیدن اپیرانا در خدمت شما اینا خیلی گفتم تمام طلبات زمانات جواب رفتن دیگه هزار رحمت اپا هزار رحمت دست کن درد نکنه Labor. İsmi ondan bir sürü bak. Yo ismi diyor hiç geldi. Tamam böyle nerede? Hocam diyor. Başına ilk yaş khali yaş kan taraf diyor. Ayrı bir bak. Çok asosya çıkan ki megan sperma içinde Spermogramma. spermogram içinde. Assalamu alaikum. Vasıtınca. Ana kı اینجا دارن که نگاه میکنن مقصد شکل آنالیز میسپارن که باز یک تا شما رو نشون میدیم ما فکر کنیم که اینجا دیدستیم ها İyi de اینجا kamera saptkadagi ama اینجا saptkada نشون میدن انا که همی چند فویز دور اکنمی Neticede yaksadebistinin konsantrasyası i diagnozu normozospermiye yani ki Normal ya. Yorayo. خیلی برادر اینجا جایی اساسی که ما مردم دادن کنه اما اپاجون از سوال دیگه شما همین سپرموگرام را چه خیلی میدونی نکنید ما و tarzi nav yani usulgoy nav ki hol dar Türkistan nestel ama min tarzi nav in aparatörü man dar Türkistan nestel metalan hamaşan amin damay ki besuriyor tamam ki damay ki akon nuks doranıyor ki problemleri ki yani alkay cinsiyasyon has metalan biyon yak usulda ve tarzi usulina ve zamanlamayı kime göre hamine dida böyle yani ki bu da ince hamçinin martestro ki ibaret az inna fulabulinici ve inna a DNK fragmentacja ki hol dar Türkistan nestel dar numebina ve hamçinin morfologiyayı spermogramma yani çizo ki по-моему şöyle kadar mesela فهمیدم اپاجون دینکه گفتین ما دینکه رو بدونیم که یعنی yani ki فرزند خود هست نیست دینکه ana رو bunu tanımım az hani nutfa yani ki spermatozoid DNK onu bilmem yani ki amin anayın dar norma me buşar yani ki ne spermatozoid dar norma me buşar ana hamin bu dar girdaş yani ki hamçun защита дошта бошад ана ҳамин чиз агар ки надошта бошад бояд вурдур намешавад то ҳатто то ана ҳамин дараҷа мо метавонем муайян кунем ки яъне ки сперматозоид метавонад норма бошад аммо вурдур карда намешавад аз ҳисоби ҳамин сперматозоид муайян карда метавонем ки чӣ бояд хештаги بهترین اینا برادرای عزیز دیدستین من توصیه میتونم برای شما نفرانی که بیمارن مثلا چه بگم اینجا بریم خیلی رفتن بگیم من گپ زنم بیمار یعنی چه خاطی اویلات خوب خیز کردن نمیتونی با میشود که مقصد فرزندو رو شدن نمیتونی با میشود که مقصد که خیلی میلیون پرابلم داره همیشه روز ما این هم علامت نسل در خدمت شما مالو میبریم نامنویس میکنیم پایان میفرین تمام اینو تبابتا برای شما گرفته میشن دوستای عزیز با میریم با بسیار رفتن میگیریم من برادر عزیز چه شکلی میشه چی گوش این اینجا دوشاوی بودن دوشاوی مقصد که اینجا در انالیز میسپاری اینجا دوشاوی خانوم خودش که برادر عزیز دیگه چی میفهمید کلینیک بیوخیمی نمیریم در بیان جون السلام علیکم دوست عزیزم جمال الدین جان بیا ما اول دست خبر بگم که اینجا جای خونگیری ها میخیمستی اینجا میبنده که خون میگیری از بیمار خون میگیری انا که ما با همراه دوستم جمال الدین صحبت میکنم شما تماشا کنید انا که برادر عزیز یا برادر خپل سوال جواب همین که شما همین دست اول همین بیوخیمیا چه بیوخیمیا Klinika. اینجا در حجره کلینیکایی بیوشیمی هستن ما به ما مراجعه میکنن در جای خونگیری هستن ما خونشون میگن در جای کلینیکسی انالیزه رو میبینیم بیوشیمی در بیوشیمی انالیزه رو علت اثر کریاتین مچن قند باد مینرال رو میبینیم ویتامین رو میبینیم بود کلینیکایی ده اپشنالیز کردی رازمتی فرما همه فرم الیمنتی خون همش میبینیم چون که در رسم هست همه فقط خون رو میبینیم چی نمود ویروس و فقط در اینجا
کلینیکی بیوکیمیایی آنالیزور می‌دیم. ما داریم حجره PCR لابراتوری داریم با بله باید در کجا قرار داره؟ بازی من شما در نشون میدم PCR لابراتوری داریم با ایفا لابراتوری گرمون هستن که همین رو ما بیوخمیه خب یک جای میره تماشا میکنیم دیدن میکنیم برادر عزیز دیدن میکنیم دستان آزمایشگاه PCR infeksiyon ki halavay tutuyorum halavay tutuyorum ana hasan cela mebine PCR mebine analize PCR mazur mebine az mardum ya azanun mazur mebine این infeksiyon misal mebine chlamydia ureplazma mycoplasmozia infeksiyon هستن گنره هستن که bu da PCR mebine PCR mebine şun ana بعد aparat çıkarsa denka teknoloji aparat hasta denka teknoloji aparat hasta ki analiz mebinem darin aparat hasta bu immunofermento analizora mebinem immunofermento analizora hami infeksiyonu bu az khun mebinem titrosh mebinem ki titr chandas çıkas hamina nöron mebinem bak bu has gormonor mebinem gormonor mebinem گامونه اینسولی هستن که میبینن سپرماگرام میسپرن از سپرماگرام میسپرن سپرماگرامشون نول هست یا ازوسپرمی هست یا اولیگو استنوزوسپرمی هست اینا رو ما میبینیم بعد دیدیم پرابلم در سپرماگرامش هستن بعد سپرماگرامش که باشه بعد ما گامونه رو تشخیص میکنیم ما 13 نمود گامونه رو میبینیم هم نمود گامونه مردم از ما هم نمود گامونه رو میبینیم از infeksiyon PCR ki boşa 18 نمود infeksiyon رو میبینیم از PCR که از uretra گرفته میشه بعد از خون infeksiyon که از خون گرفته میشه 12 نمود مورد میشه بعد در جمع بولمول هستن اونکوماتیک گپاتیت هستن که گپاتیت رو میبینیم هم ایفا میبینیم هم PCR میبینیم اگر ما میبینیم در ایفا پالاژیت دیدیم ما در PCR دینکش رو در PCR میبینیم تمامی نمود اونکوماتیک رو میبینیم چی نمود اینفکسیه که در هست در مورد انسان باکتریسی همین رو با شرایط زمانوی همشون ما میبینیم دوباره ما برای توبات میکنیم برای مردم خودمون خدمت میکنیم آن دوستان عزیز اینجا قبولگاه شمس‌الدین شریپور یک جای طبیب مردانه السلام علیکم مبین دوست عزیزم شریف شریعی که هم التیار در کینو بازی کرده اینا شریپور ما هم شریپور اینا با شریپور اینا جدا شریف خوب است اینا شریف هم جمع شدیم الحمدلله زنده و شربارم باشید من که برادر عزیزم نشتی شریپور ما خب بیمار رو ببینیم خب برای کار زنده و سربلند باشید انا دوستای عزیز برادر قدردان دکتری مردانه یعنی با زبان روسی میشن اندرولوگ دکتر مردانه یک سوال دارم شریپور همین جوانای توجیک مردای توجیک چی شکایت خیلی پیش خیلی بسیار میاد بسیارتا مرکز طبی نسل اویدی مشکلاتی به فرزندی قصه را کار دارد بعد هستن جوانانی که تو دوره اولیدار شدن میان از ما مشورت میگیرن تشخیص میگذارن بعد با هستن که بعد اولیدار شدن میتونن که به فرزندی و اون مشکلی میشه میبینن در ما اوید به فرزندی هم مسئولیت به فرزندی هم توبتش هم مثلا اگر پرابلم هایی که چی در جهت علاقه جنسی باشد در مردها و چی مشکلاتی پیش از وای باشد علاقه جنسی و چیزی که باشد ما تشخیص و مسئولیت میتونیم برای اونها توبت میگیرن بسیار از سری پرابلم به فرزندی خود مراجعه میکنن خب یکی که همین فویز میگن اما سپرماگرام فویزش نول باشد چیکار میکنیم با
اگر در حالتی که سپرماگرام از سپورت سپرماگرام نول نشون میاد ما با آنها توصیه میکنیم که از تشخیص های لابراتوری دارن یکم اول تشخیص سپرماگرام را تکرار میگیریم خودمون در لابراتوری خودمون میبینیم اگر سپرماگرام که نول باشد بعد از اون توصیه میکنیم که گرمون میسپرد یعنی گرمون های جنسی هستن که برای سبب نول بودن فهمیدن اون در کار بعد میتونن که بعد اینفکسیونی که توسط علاقه جنسی سیره میشن اینا رو میگذارن پتسیر لابراتوری یا ایمونی فیلمنی آنالیز کرد میتونن که تشخیص گذاشته و سبب نول بودن یعنی سپرم را باید دریافت کنیم که چی سبب باشد که سپرم نول است. یک سوال دیگه هم مقصد که اینجا بگیم 100% مشتری شما دا اومد چند فایزش ناامید میرود چند فایزش ناامید صاحب فرزند میشوند و میرود اگر ما در 100% اگر حساب کنیم که با اون مراجعت میکنن آنها قریب میتونن که تا 48-50% شون صاحب فرزند شده میرن هست حالتایی که میتونن فرزند رو نمیشوند با سببایی هستن که برطرف نشونده است. این مقصد که برنامه اکو دارن شما مقصد برنامه اکو اون برنامه اکو این مرد زن و شو با هم فقط زن و شو رو میکنن مقصد این مرد بیگانه نیست و فقط زن و شو میشوند میخیدن خیلی برنامه اکو این برنامه هستن که یعنی باردارکنی در شرایط لابراتوری میشود یعنی که تخم شوهری در عقد نیکایی مسلمانی بوده آنها را ما فقط تخم زنکش برآورده از داخلی شکمش خیلی تخم شوهر در لابراتوری باردار میکنیم یعنی جنین تیار میشه جنین از 3 روزه تا 5 روزه امبریون میگن امبریون در شکم در داخل بچه‌های زنش میشه این فقط طریق اکو میشه برای اکو یعنی که از خود شوهر زن شوهری نیکایی میشه. خب مقصد که من فکر میکنم که مبلغش هر خیلی میشه یا که خیلی مبلغ اکو باشه این در اساسی تحلیل سپرماگرام مردک معین کرده میشه که اگر سپرماگرام مردک در حالت معیار باشد نرم باشد یعنی که اکوی کلاسیک میگن اکویی که IVF کلاسیک میگن یا بس اکو ایکسی این از سومش فرق میکنه از تحلیل سپرماگرام مردک معین میشه که در 1 میلی لیتر سپرم مردک باید زیاده 20 میلیون حجره باشد قریب 40-50-60% آنها یعنی که اکتیو میشه حرکت باشن از جهت مورفولوژیش خوب باشن اکوی کلاسیک میشه IVF میشه انا وقتی که اگر سپرم مردک نرمالی باشد با تشخیص گذاشتن و با گرمونای استیمولیاسیون میکردگیش با خیلی برنامه اکو یعنی که تا 34-35 تومن میشه اگر اکو ایکسی باشد مشکلات در مردک باشد سپرمش نول باشد یا که یدینیش نیست سپرماتوزوید باشد مقدار حجره ها اگر کم باشد از جهت مورفولوژی از جهت مثلا حرکت نوکی پادیجنس پال باشه یا فویز 2 فویز 3 10 فویز باشه اگر در اینجا توصیه میکنن اکو ایکسی در حالت اکو ایکسی اگر شرمابه بستن نرخش میتونه که تا 44-45 تومان شود. فهمو و سوال آخرانه که بخش شریف و کمترک سوال دوم کردیم مقصد که اکو نکنین و مقصد فقط توصیه بتین تبوبت بگیرن چخیلی میشود که فقط تبوبت دارن تبوبت وابسته به سببای بیمار میشود اگر که ما تحلیل گذارانیم که سپرماگرام اگر مثلا خویدش کمک پس باشد اگر اون واسطه تمپراتور باشد التهاب باشد یا که اون نمود اینفکسیونی که توسط علاقه جنسی سیره شدگی باشد ما توصیه تبوبت کنسرواتیوی میگیرند تبوبت کنسرواتیوی در اساس آنتیبیوتیک و ویتامین و میکرو الیمنت هستن پرورتایی که برای سپرم را خوب میکردگی از جهت مورفولوژی و از جهت پذیرش هم نال میکردگی بعد ما هست تبوبت های فیزیوتراپی داریم که چیستا برای تبوبتی مشکلاتی که در مرد هست که جهت پرابلمی که ارکیل دیسفونکسیا دارد یا پرژگریم ایاکولیات میگن یا که ناجوروهای ارکترالی میگن که ارکیل دیسفونکسیا یا خرانسک پراستاتیت باشد اگر ویزیکولیت کالیکولیت اوریتریت خیلی بسیار است همین تبوبات رو ما توصیه میکنیم که فیزیوتراپی گیرن فیزیوتراپی ناز در مرکز طبی نسل اویدی پرابلم هایی که مرد هسته تبوبات های ناز داریم که بود شاید ما با شما دوشون توصیه میکنیم خب تجربه استفاده بریم فیزیوتراپی بخیم که در پرورده میتونیم که یک جای بریم همون فیزیوتراپی رو یک جای دیدن کنیم هم تماشاگیرا ببینن یک جای تماشا کنیم بایدش من شما نشون میدم چی تجربه تو داریم کردن اون پروسیدور شما نشون میدم یک جای میریم انا دوستای عزیز اینجا رو میختون باور میکنی رهگم میزنی اگر
ягон кас набоша хати ягон букту иҷа рафта назар иҷа мебини бо ина б медрои иҷана и тараф поён рафтагӣ ису поён одоро ҳамин тараф мерем яктама шумода нишон додам рафт o tarafa bir. Bu marka anka bu izliyor. Yok. Hadi juga hay. Kendi sonra bir fizyoterapiyerin ama şuma ba şahsi mutasadi yani bir cuma nazar bu tür fizyoterapi şinos meknen ve prosedürü disira daları dalının nazaki bütün alana fakir bir hasta nişan temizle şuma doktor fizyoterapi cuma nazar şuma tabi baştan. Sağ olun. Daha şimdi cuma nazar kaçma kor meknen. Bu arkadaşım vakti şifreyi konuşma meknen. Ana do'stoi aziz, با آقای دوستم جمعه نظر من یک تک نشانتون میدم که چی گپ هست. میریم. انا دوستم جمعه نظر این اپارات برای چی یکم؟ خب بازی سون عزیز این اپارات محضی ترما اینفراستروکتور نام دارد. این برای بیماری‌هایی که در همینجا در بخش فیزیوتراپی معالجه میکنن. این اپارات مخصوص خودش گیاهی یعنی که افیل ماسا داره اول بیمار پونس تناولشون ما افیل میشکنیم خودش مخصوص پاکت داره بیمار در اون رفت خوب میکنه اپارات مخصوص برای تمام بدن تازه کردن از بغم‌های جمع شدن نمک‌ها در تمام بدن هستن که اینتوکسیکاسیون ارگانیسم بدن تازه میکنه و از همه مهمش وزن بدن بیشتر شه هم برای وزن بدن استفاده برده میشه. وزن بدن کم میکنه. بله. این ارگانیسم از همه نمک‌هایی که زیادی هستن بیماری‌هایی که هستن در اینتوکسیکاسیون میشن بدن تازه کردن است. خب برادر عزیز این تجهیزات که طبی شما میبینید چقدر که ما در بالا قید کردیم این محض ترما اینفراستروکتور نام داره این برادر عین حال تبابت گرفته است هم گرمی داره هم ویبراسیون داره هم اینفراکراسن لوچ داره دوستان اجازه چی اپارات داره؟ عین حال یکم تبابت گرفته است در فیزیوتراپی ما عین حال این اپارات محض این که سنگ‌های تورمالینی تیار شده هستند. بله یا همه یا سنگ‌های تورمالینی هستند. این برای جوان کردن ارگانیسم است. از بدن تمامی نمودی تجهیزات طبی ما از خودش میکروالمنت خارج میکنه از بدن کشیدن قابلیت کشاندن داره. کشیده میگیرن. اسپلین میگیره ایلک‌ها و گرفتن برای ایلک‌ها برای خوب کردن در مبدل موده‌ها در بفته‌ها خوب پیشمن کردنشون از این نمودی بله تمام بدن در میانش چیه؟ این میان مثلا این برای واسپالیتینی پروسس این که التهاب خود گرده ها غدودی پلاستاتا برای التهابش گرفتن است. بهترین. برای که اپارات یا تجهیزات دیگر ما ایجاده محض عضوهای جنسی میرود یعنی که محض عضوهای حالات مردانه است. این ما شما دا یک تجهیز نشون میدم اینه که یا همچون واکوم است بانکا داره واکومی کلان خود عضوی مردانگی دا میمونیم در اون قسمتی که در عضوهای مردانگی دا گردش خونش خوب میکنه این اپارات اینفراکراسن لوچ داره محض داره واکوم داره یعنی که اپارات هم مردانگی دا محض کرد در همون قسمت گردش خونش خوب میکنه رگ‌هایی که خونگذار هستن وسیع کرده این خوب کردن علاقه جنسی دوامدار کردن علاقه جنسی و از همه مهم بلند برداشتن فوجنکی یعنی که سپرماگرام را برای که سپرما رو بلند کردن استفاده میکنن. دیدین دوستان عزیز چقدر پیش رفته علمی طبی دنیوی و تاجیکای ما در روی دنیا البته که با تمام طلبات زمانه طلبات دنیوی جواب هستند bu معلومات که bu چی هستند ما نشون میدیم ماجرای دوستان عزیز این حال ایجاد اساس معالجه های الکتروفورز یعنی که با توک قطعی میشه. بله
ҳастанд ки бемориҳои буғумдард ҳастанд, зонудард ҳастанд, ҳама намуд электрофорези оддӣ, электрофорези гелӣ ба ҳама намуд маҳлулҳо ба роҳ монда шудааст. ғайр аз он ҳастанд ки биоинага массажи дастӣ ҳастанд, массажи биомассажҳо ҳастанд ба электрофорезҳои гелӣ низ ба роҳ монда шудаги ҳастанд. بهترین با داریم با میریم یا رفتن میگیم بو هست جمع نظر باید این چین اپارات هست؟ خب این اپارات این تجهیزات طبی ما اینکه واکوم ماگنیتوتراپی است. این برای عضوی مردانگی است. این اپارات درونش عضوی آلات مردانگی میسته. این اپارات واکوم دارد، این ماگنیت دارد. وقتی که واکوم میکشد ماگنیت میزنه. همون وقتی که آلات مردانگی را وقتی که ماگنیت میزنه خود رگ‌های خونگردی آلات مردانگی را در درونش اگون روغن میشه اگون میشه تازه میکنه. کشورافسی واسه میکنن که و موشک‌های مردانگی را سخت میکنن. این مخصوص برای آلات مردانه است. بهترین این اپارات هم نیست، اپارات تجهیزات برای وظیفه‌های مردانگی هستند. این موج الکتریکی داره. این را خودی بالای مردانگی شما میمونیم. خود این بالای مردانگی در همین رگچه‌های معده بسیار هستند که در آنجا گردش خون سوس میشه. وقتی که در عضوهای مردانگی در گردش خون سوس میشه این کار فعالیت خودی مردانگی پس میشه. این برای مخصوص برای آلات مردانگی قسمت آلات مردانگی خوب کردن گردش خون است، حسیات نوکر بلند کردن است. غیر از آن این اپارات خودش رسیانی که رکتال نظام داره، ایرا از برای بیماری‌های پروستات استفاده می‌کنه. اینکه شخصانی که اذیت می‌کشن بیماری پروستات خرونیکی یا پروستات مزمن ما با این تجهیزات‌های طبی را استفاده می‌بریم. و یک چیز قید کردم لازم است که اپارات‌هایی که تجهیزاتی که شما در این شعبه فیزیوتراپی دنبال می‌بینید همش اپارات‌های زمانه‌ای هستند. در دولت‌های چین، کره یا از دیگر فدراسیون روسیه و قزاقستان آورده هستند. همه تجهیزات بهترین است. همه اپارات‌هایی که شما تجهیزاتی که می‌بینید همش اساس اپارات‌های اورولوژی و نورولوژی هستند. بهترین انا که دوستای عزیز مرا فقط نشان دادن. من روسیه چیزی رو میگه که اون چیزی رو که نبینی وای نمیکنی. من همین چیزا رو خیلی میام استفاده برام که خیلی باشه. یک جای تماشا میکنی. درو باور میکنی تک به تک همین رفتگی هست. اینجا فیزیوتراپی میگن. اینجا بیام بریم کنیم. اینجا زرکود رو مزن بریم کنیم. اینو برو. دیگه من نمیدونم کدومش شما رو نشون بدم. اینجاش اینه. خود بعد تمام اینا مساج همش اینا رو تمام تجهیزات زمانه‌ای در دنیا که می‌بروید اینجا را پیدا بشه. اینجا را من میگم کارت بودی درون همه زورش هم میاد. من الان میرم آوازی شما رو نشون میدم. این بیا دروش هم نشون میدم. میشینی تمام اینا خنکی داری، پروستاتی داری، همش قبلش مخرج خدا برطرف میشه و ساق و سالم همینجا میبروید میریم. انا برادران نامی چیه که؟ سفاکاپسولا اینا برادران دیدین؟ خب باشه جوان نظر بای دوستان همین رو با بحر تماشا بینا هم یک معرفی میکرده همین اپارات ها. خب دوستان عزیز این تجهیزات طبی ما سفاکاپسولا نام داره. عین زمان در طب حجره زمان این تجهیزات همچون بوق درمانی و گیاه درمانی استفاده میبریم. عین حال در این همه تجهیزات ما در 6 نمود گیاه هست. اینکه گیاهایی که در آب یعنی اپارات در آب میجوشه گیاه با خودش جبیده میگیره گیاه با واسطه بوق به بدن شما روان میکنه. یعنی که بوق درمانی و گیاه درمانی هستند. عین حال در وطن عزیزان این یگانه اپارات که با راه مونده شده است که با گیاه توابت شوند با گیاه توابت میکنند. یک تا در تاجیکستان هم عین حال یک تا است. یعنی که سفاکاپسولا با گیاه درمانی است. یعنی که در همین بچکچش گیاه داره. بهترین توصیه میتونم برادران بیاین
دکتر یک گپ گفت مرا من به همون گپش معقول شد میگه آدمی که خودش دوست میداره خودش حرمت میکنه باید یک سال یک بار همین فیزیوتراپی را بگذاره این مصلحت دکتر تجهیزات ما پرستاتا نام داره که پرستاتا گلاند نام داره و ما روز ما نشون میدیم چی خصوصیت ها داره. خب آپارات ما همین جای نشست پاцієنت در اینجا میشینه بیمارمون این گرمی داره و از همه مهمش خیلی که ما ببینیم اینفراکراس لوچ داره. غیر از اون در میانبند اینکه میاستولیاتر داره یعنی که این مگنیت نیپولیا داره. خیلی همون چخل پرستیده رو میز کنیم طرف هم از بار داریم تجام. خب این کمربند هم میبندیم بیمار میشینه در بالای بشین. اون مقصد تیش خوراک بشینده. خب این اپارات این تجهیزات که یکم شتگه هستن برای بیماری های پرستاتیت هستن. شخصانی که خپیدن نتونستن پیشاب در عضوهای مرد که هستن و بسیار حالت ها بچه‌هایی که هستن بسیار پیشاب خپیدن نتونستن یا که ایاکولاتی برمحل هستن یا که نوراسوی اریکتیلی هستن اینکه همه عضوهای مردانگی بیماری‌های مردانگی استفاده می‌برن. خب دوستان عزیز اپارات تجهیزات که دیگر در نوار می‌بینین این محسی برقی پایه‌ها نام دارد. محسی برقی پایه‌ها نام داره. این سنگ‌هایی که هستن یا گرمش این عضوهای در خود این حجره‌های خودچرختی کار میکنن و جای اساسی تجهیزات من میذاریم اکم علامت بچه‌ها تا زمانه. خب این تجهیزات من 4 رژیم خطی کار میکنن. خب اینجا هستن اکو محض داره یعنی که این اپارات برای اندام پایان است. خودی مردم که وظیفه‌های جنسی اندام پایان داخل میشود. یک از مهمترین وظیفه این تجهیزات ما در اندام پایان خوب کردن گردش خون است. بهترین دوستای عزیز و انا که پوچم نایجا اینه که من جورا خیال میکنم که مساج کرده استخوان‌ها را هم رگا را بهترین اپاراتو این اپاراتویی که بگیم نوتکرار این سنگا هم که گرمی هستن که به حد خوب. خیلی تختون دیدین دوستای عزیز مرحمت کنین این هم بیمارخانه نسل در خدمتی همه ما و شما. ما در اینجا راستی گپ هم روس دیدم هم ازبک دیدم. دوستان عزیز چی در نواری که شما چی تجهیزات‌های دیدید همه این تجهیزات در مرکز طبی نسل یعنی که شعبه فیزیوتراپی قرار دارد. همه تجهیزات‌های طبی برای بیماری‌های اورولوژی و اندرولوژی پیش بینی کرده شده است. خطون اینا دیدین دیگه جای گپ نیست. تنسات و خانواده باشین. خداوند یار و مددگارتان فرزندان سالم از درگاه خداوند خدا را زور میکنیم که همتون در هدیه کنید. اینا شفا در دست خداوند ایو این دکترها برای ما سبب خدا نگاه